به همه چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به امیدوارم حال همتون به شدت عالی باشه. تو این دیگه که بریم اثر زیبای ناخدا جلال از علی سورنا رو از نگاه هوش مصنوعی ببینیم و حالا تصویرسازی که هوش مصنوعی از این اثر کرده رو ببینیم واقعا چطوریه. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب علی سورنا ناخدا جلال خیلی گاده، یکی از بهترین آهنگای سورناست. من زیاد حرف نمیزنم که ببینیم واقعا چقدر زیباست. لینک ویدیو اصلی هم تو راسته بازار مای فروشا، غروب شلوغ بندر، ازدحام داد و ستد، عربده های بلنده شهر، مرطوب شرجی غرق عرق، مردانه سرزمین پر از رشته و جنگ، تو عرصه تنگ از هم دیگه، یه تور سید جمعی با اتصال مردن، گره های فردی از افتخار محکم و شکار تومن، گره های شلتر تو راسته بازار مای فروش که صیاد شکار اردوی لقمن ناخدا جلال رئیس بزرگ بازار، ترس ماهی گیرا دستاش همیشه بوده ی اخطار، عصبانی پر فریاد، عصبانی بود و عزادار، سیاه بود از رفت داد زد بیاد تو اصد. به تو نگفته بودم که مرزت به پا ول کردی که چی چایت داری دریار چکار، گفتم بگی غلاب بکش دستات کنار از دور، یادت گفتم بگی دستات کنار ولا میذارم دستات کنار. جلال خلافم نگو، خلافم نکن، اون چاه کوچیکه خواستم باشم کفافم نبود، تازه تو به ما حرام به تو واجبه کی دریا سند گرفته هستن کیشیش دنگش داده به اسد، این دریا ناموسته کوری نور فانوسته، کوری هنو به ولا هنوز زبون جاسوسته، کور میکنید صحرا رو از رسیدن به ساحل فردا میوه کوس از سوقاتتون، اگه بگیرید درخت دریا رو احساساتی هم علی سورنا رو نداره، تو خفش راوی کی بیتاب و قراره، قصه بین ما و جلاله، جلال دریا تو غروب فقره، همه خوندن سرود غرچه تو بگم به مردم دروغ برگ، بگم به دریا دروغ صد، یه غلاب دادی دست ما میگی از چاه بگیرید قضا، باز کنین بومبست لام از سبر را رو، ما یاد میگیریم شنا رو، میکشیم همه کوزا رو، سیاه کردی روز ما رو جلال اسد، نمیبینی آماجه حمله کوسر پاداش، بدیم به دندونای تیز ساحل بدیم به تاراج، تو چه میدونی که پنگ کردی دور تو همرم که خبر کردی، اون راوی کی بود که قد کردی بس یه لحظه با کی صحبت کردی، من خالق تونم خالق مو جلال، این دیوانه که پاسف کرده به قتل مو واسه ادامه شعر جدیده با کشته که وابشه دریا، یعنی من عاملم بله خودتی عامل ما میندازی مثل دریا، خودت آماده بکن باز شنا، دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجا ما ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم، دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجا ما ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من تو این دریای بزرگ. الان چشماش باز شده، تار با تار تصویر پشت قبار، یه بچه فشار میده سینم و آب میزنه بیرون از دهنم با گیجی و مات، میگم تو کی هستی میگه حسار و میره کنار، پامشم میبینم زیر چشاش کبوده یه قلاب توی کیفشه باش، میره به سمت مرداب، میپرسم اسم تو چی بود دوباره میگه حسار، من بچه اسدم پدرم به جرم فتح دریا دستاش مون توی دست جلاد کیفشو با میکنه میگه نگاه کن دستاش هنوزم امرامه، تنها دلیل نفس هامه، پا میشه پاهاشو میده به راه، میگم کجا میگه مرداب، میرم دنبالش. جلال دستای اسد رو گد کرده، خیلی خفن ساخته، خیلی خفن. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با اون همراه بودید و این خیلی خفن بود، اصلا همیشه یادم میمونه و واقعا خیلی دوست داشتنی بود. لینک ویدیو اصلی هم توی دیسکریپشن هست، حتما برید از اونجا هم ببینید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.